در ساعات اول حادثه حدود 10 و 30 دقیقه، حالا یکم بیشتر کمتر، این در واقع اطلاع رسانی شد. ما 4 کد آمبولانس آماده کرده بودیم و به محل ارسال کردیم. تعداد مصدومان حادثه 7 نفر بودند. 3 نفر با سوختگی، در واقع 2 نفر سوختگی بالای 80% و 100%، یکی هم که در واقع شکستگی های متعدد داشت، مولتیپل تروما بود که هر سه بعد از اینکه اقدامات انجام شد، اقدام اولیه و تشخیصی، به اهواز اعزام شدن. 4 نفر دیگه سرپایی بودن با سوختگی کمتر از 5% که ترخیص شد، همینجا کار درمانش انجام شد. 2 نفر ضربه به پا بود که 1 نفرش باز ترخیص شد. 1 نفر مراجعه سرپایی داشتم که اون هم در واقع ترخیص شد. در حال حاضر فقط 1 عزیز اینجا بستری هست. از مجموع 7 الان 1 نفر و 3 نفر پس ترخیص شدن، 3 نفر هم اعزام شدن برای دریافت خدمات بالاتر.